امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت تازه انتخاب ایالات متحده آمریکا محترم دونالد جان ترامپ برقه تبریک ارسال نمودند که در آن آمده است. جناب عالی، در ارتباط با پیروزیتان در انتخابات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با کمال سرفرازی به شما تبریک و تهنیت صمیمی خویش را عرض می‌نمایم. ما با آینده مناسبت‌های دوستانه و شریکی گوناگون جنبه سودمند با ایالات متحده آمریکا دیدی نیک داریم. رشد و توسعه پیگیرانه آنها را در همه عرصه‌های مورد توجه طرفین از جمله سمت‌های مهمترین سیاست خارجی دولت خود می‌دانیم. همیشه آماده ایم که جهت پیشبرد همکاری سودمند مکالمه ثمره‌بخش بین دولتی کشورهایمان را در سطح‌های مختلف ادامه بخشیم. با استفاده از این فرصت مناسب به شما تنصیحاتی و سعادتمندی و در فعالیت پرمسئولیتتان کامیابی‌های نوین به مردم دوست ایالات متحده آمریکا صلح و ثبات پایدار و شکوفایی بر دوام خواهانم.